تیپ میپای کردن هستن، همه آخوند ماخونده، همه عدم، همه آخونده. شما بشینین حرفاشونو گوش کنید، بشینین کاراشونو ببینید. همه پخمگیه دیگه، همه پخمگیست. خب در این پخمگی که اینها غرق هستن، در طول تاریخ هم غرق بودن، میاد وقتی میخواد بیاد قدردانی بکنه از یک دانشمند، از یک اندیشمند، همه طلا میدن، پرواز میدن، زمین میدن، خونه میدن به دانشمند و اندیشمند. چون مادر فلان فلان شده های حرامزاده، این ضد ایرانی های ننگین ننگ آفرین میاد کفن هدیه میده به بزرگای ما. کفن، ای بی شرف. حالا خوب شد همه زدن تو دهن اینا. این گوساله که تو تلویزیون داره میگردینه، تا چند شما ضد ایرانی هستید؟ تا چند ضد فرهنگ، ضد تمدن هستید؟ کفن میده. خاک بر سرتون. کفن خدمت شما. خاک بر سرتون. کفن و آگهی ترحیم خدمت شما. صدا و سیمای بی صاحب. این که شما بیارین مثلا اینو بیارین بازگشت حمل سیو و اینو بذارین، این اصلا قشنگ نیستش. صدا و سیما مهمون دعوت میکنه و بهشون چی هدیه میده؟ کفن. کفنه؟ بله. و آگهی ترحیمشون. آگهی ترحیمتون. مرد شورتون رو ببرن. اینو بخونم بچه‌ها ناراحت میشن. بچه‌ها شما بزنید یه کانال دیگه، ما با مادر کار داریم. بچه هاش بزنن یک کانال دیگه، تو با مادر کار داری؟ نادان. ایشون پروفسور مریم رزاقیه که عنوان برترین متخصص غدد کودکان در جهان رو داره. در جهان. با کم حالا غم غصه داریم شما بجین که شاد کنین بعد اینجوری میکنین. ما میخوایم بگیم وقتی آخرش اینه پس چرا اونجوریم؟ این که وقتی آخرش اینه چرا اینجوری باشیم رو به این عزیزان نمیگن، به اون کثیفان میگن. اینا رو باید اونا که حق ناحق میکنن بگیم. کیا؟ مجری یه جوری میگه کیا؟ کیا؟ انگار اصلا توی این مملکت زندگی نمیکنه. بی لیاقت ها. پروفسور مریم رزاقی کسیه که تو دبی انتقاد کرد که چرا میگید خلیج عربی. به همین خاطر گفتن باید عذرخواهی کنی که بازم اجازه بدیم بیای دبی. عذرخواهی نکرد و نرفت. Marjane Satrapi, dessinatrice, Persépolis, c'est un chef-d'œuvre et elle a refusé hier la Légion d'honneur que voulait lui accorder le gouvernement. Pourquoi? Alors elle explique ceci, elle est iranienne bien sûr. Elle dit qu'elle در این برابر شما انسان‌های بزرگواری دارید، منش بزرگ. جایزه، من خودم جوایز بسیاری رو از فرانسه اینا گرفتم، خیلی جایزه گرفتم، بدون چندین جایزه گرفتم، من 6 تا جایزه بسیار مهم. وقتی اعلام میشه که به تو ممکنه جایزه بدن، یارو سر دست میشکنه، خوشحال میشه، کیف میکنه که جایزه میخواد بگیره یا یک دکتر افتخار میخواد بگیره. این خانم مرجان ساتراپی، هنرمند نازنین ایرانی، افتخار ایرانی که با فیلم پرسپولیسی که ساخت و نقاشی‌هاش نه میگه افتخار برای ایران دوباره آفرید. آقا فرانسه بهش پیشنهاد میکنه که لژیون دونور رو بهش بده. لژیون دونور بالاترین نشان فرانسه است. به کسی میدن که به فرانسه خدمت کرده، نه به بشریت، به فرانسه خدمت کرده. ایشون با فیلم‌ها چوکاراش ایرانی بوده، به فرانسه هم خدمت کرده. آقا رسما اعلام میکنه که من نمیگیرم ایران. مرجان نمیگیره. این افتخار تا این حد. بعض از دو طرف تو خود ایران ننگافرینی روز به روز، ثانیه به ثانیه توسط این باند بنی هاشم عقب افتاده ذهنی ضد ایرانی که میخوان بر اساس سوره